شما ایره گوش کنین این جوان ایرانی ما و شما چی میگه. افغانی‌ها والا غیرتشون از بعضی از این مردم کشور ما واقعا بیشتره. با اینکه از طالبان خوششون نمیاد باز راضی نیستن آمریکا یا یک کشوری بیاد به افغانستان حمله کنه که مثلا بخواد طالبان از بین ببره. ببین اینا جنگ دیدن، تجربه دارن افغانی‌ها. یه ذره از این افغانی‌ها حداقل خداوکیلی یاد بگیرین. برید ازشون بپرسید تجربتون چطوری بود. انگلیس شکست داد، روس شکست، آمریکا رو شکست داد. در واقعیت ما نه انگلیس شکست دادیم، نه روس شکست دادیم، نه آمریکا رو شکست دادیم، ما خود شکست دادیم. گپرسی ما میگیم که 5000 سال تاریخ داریم، ولی 5000 سال در 5000 سال تاریخ ما چی داریم؟ واقعا این شخص دوست عزیز، نه دانشگاه ما بنیادی است، نه شفاخانه ما اساسی است. ما مریضای خودم روان میکنیم پاکستان، در مرز پاکستان مریضای ما در شفاخانه نرسیده از بین میره. مکاتب ما استاندارد نیست، شفاخانه ما استاندارد نیست. لایک سابسکرایب یادتان نره دوستای عزیز.